دوستای عزیز، تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان امروز به میدان هوایی آمد و از اوجه اینجا در مقر فدراسیون فوتبال افغانستان و فعلا در ژیمنازیوم کمیته فوتسال حضور دارند و مورد حمایت و استقبال مسئولین ورزش، فدراسیون فوتبال، فوتسال و همگان و مردم و رسانه ها قرار گرفتند. فقط میگم زنده باد اتحاد، زنده باد سربلندی افغانستان. همه اقوام فقط یک کلمه زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان، زنده باد اتحاد، زنده باد. مربی دلها استاد بهروز جعفری. از خاطر با بازی ایران قطعا چون گل دوم زدم گل پیروزی هم بود، قطعا همون بود دیگه. با نظر مردم هم گل قشنگی بود، لاب بود دیگه، همون قشنگترین خاطره که از بازی فینال مقابل ایران تو یادم مونده. استقبال مردم چطوری بود؟ استقبال مردم خدای خیلی خوب بود. ما اصلا انتظار نداشتیم ساعت 5 صبح بیان همشون تو میدان هوایی تو فرودگاه بیان منتظر ما باشن، ولی اومدیم اینجا با یه شور و اشتیاق دیگه با مردما دیدیم و خیلی خوشحالم که مردم افغانستان رو تونستیم تو فینال ایران رو ببریم و برای مردم افغانستان خوشحالی بریم. مسئولین چقدر تاجرها چی هست؟ از تاجرها یه خواسته خیلی بزرگ دارم، چون ما تو المپیک جهانی سنگال را پیدا کردیم و این دوره با وضعیت‌های مالی خوب پیش رفتیم، ولی نه به اندازه کافی. چون ما الان قهرمان شدیم، قطعاً خواسته ها و توقعهای ما از ما بالا میره و از تجارا خواهشمندیم که تو المپیک جهانی سنگال به ما تو کمپ‌های تمرینی و وضعیت اقتصادی ما کمک کنند. تیم ملی زیر 17 سال افغانستان مستقیم جواز صعود به المپیک جهانی را کسب کرده. بیاین دست به دست هم بتیم تیم محبوبتان را حمایت بکنین. حمایت های ما واضح صحبت بکنیم، گل گردن و تقدیرنامه و یک سلسله از این موارد هیچ دردی را مدوا نمیکنه. ما از همه سکتور خصوصی تجار ملی امارت اسلامی افغانستان تقاضامند هستم که تیم را حمایت مادی و معنوی بکنن. حمایت هایی که ما بتونیم کمپای خود را برگزار بکنیم، حمایت هایی که ما تیکت بگیریم به کشورهای منطقه بریم، حمایت هایی که ما بتونیم روزانه 2 تایم تمرین برگزار بکنیم. یک سلسله مواردی که من خدمت شما عرض کردم تقاضامند هستم به صدای ما لبیک بگوین و ما هم بتونیم اعتماد شما را کسب کرده در المپیک جهانی هم مقامات بهتری را کسب بکنیم. و انشالله ما امید داریم و آرزو میکنیم، تلاش میکنیم که بتونیم دو اونجا طبعا قهرمانی را از آن خود بسازیم، قسمی که در المپیک آسیایی قهرمانی را به دست آوردیم. پس بنان لطفا خواهش میکنم از سکتورهای خصوصی، تجارا، امارت اسلامی افغانستان، ریاست عمومی تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون فوتبال افغانستان تقاضا داریم که حمایت بکنن و این تیم دست به دست هم بتن تا این تیم به قله های موفقیت بیشتر برسونیم ان شاء الله. فوتسال افغانستان در تاریخ سازی کرد و نخستین مدال طلایی تاریخ ورزش افغانستان را از بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به دست آورد. با پیروزی در برابر تیم‌های مثل ازبکستان، بحرین، چین، تایلند و ایران نشان داد که یک کتاز آسیا هست و با کسب این مدال طلا افغانستان در میان 45 کشور آسیایی
تانست که بر رتبه 24م آسیا قرار بگیرد. البته تعداد از کشورها در بازی آسیایی جوانان در بحرین حتی کسب مدال کردن نتانستند. افغانستان مجموعاً 6 مدال کسب کرد در رشته‌های مثل کورش، جودو، فوتسال و همچنان یک رشته دیگر به نام مبارزات آزاد که مجموعاً با 6 مدال افغانستان 24م آسیا شد. بازی‌ها در بحرین به پایان رسیده و خوشبختانه افغانستان یکی از درخشان‌ترین روزهای خود تجربه می‌کند.